انگار شبیه قصال خونه است. خب بچه ما اومدیم گنجنامه استان همدان. الان هم داریم میریم سمت روستای ورکانه. خب بچه رسیدیم گنبد علویان. گنبد علویان رسیدیم. سلام. بودی چقدر؟ چه گلای قشنگی. به میرسیم به گنبد علویان. پایین راه داریم بریم پایین. چه جایی؟ زیر گنبده. میگن زیر گنبد کبود همینه. چه جای باحالیه انگاری. بیشتر شبیه قصال خونه است. اینجا انگار شبیه قصال خونه است. مثلا مرده ها رو اینجا میذاشتن میشستن. نمیدونم. اینم از گنبد علویان. خب بچه ها رسیدیم آرامگاه بوعلی سینا. ورودی آرامگاه که از این سمت میخوایم بیاین به میدون بوعلی سینا، ورودی شبیه تخت جمشیده. پله‌هایی که به تخت جمشید میخوره به کاخ آپادانا. اینجا آرامگاه عارف قزوینی. اینجا خود برج شیخ الرئیس سیر را فوارید رسید. چه درخت قشنگی. بگید سیب.
بچه ما اومدیم گنجنامه استان همدان، مکانهای داخل شهر رو گشتیم، یه چند جا دیگه مونده. گفتیم بیایم گنجنامه رو اول بگردیم، گنجنامه رو بگردیم، یه جای دیدنی کتیبه هاشم بگردیم، بریم واسه بازدید. با صفا اینا کن کوها رو نیا سنگاش نیا. بازارچه‌های سنتیش اونم آبشار. چه جاییه سعید؟ اینجاییه. بیا سعید. چه آبشاریه، ملت ریختن. خیلی قشنگ. خیلی قشنگه. این سرسبز. اینم کتیبه‌های هخامنشی خشایارشاه و داریوششاه. اینم میدون امام خمینی همدان، شبیه میدون حسن آباد تهران. دور تا دور گنبد. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. بازار سنتی همدان. نهار خوردیم. بازار سنتی همدان یه دوری بزنیم، کاروانسرا و مسجد جامعش هم یه نگاه بندازیم. مسجد جامع همدان راسته سیمسارخانه. خب اینجا یه کاروانسرای قدیمیه، اومدیم کاروانسرا رو ببینیم. چه جای باحالیه. کاروانسرای قدیمی
کاروانسرای کاظم بود دیگه، سرای کاظم زده بود. چه جای قدیمیه، قشنگه، معلومه دیگه. اینجا میرفتن استراحت میکردن، در قدیمیش اصلا هنوز هم موجوده، خیلی قشنگ. کاروانسرای دیگه قدیم اینطوری بوده، بعد حالا بازسازی شده. صندوقچه رو نگاه کن، این در رو نگاه، چقدر قدیمیه اینجا، خیلی جالبه، خیلی قشنگه. بالا رو نگاه کن، اون بالاش خیلی قشنگه، فرشا رو انداخته، موضوع شده تو فرش شد. اینجا بیا سری هیچی من فرارش کدم حفاظ. خب اومدیم کاروانسرای گلشن، یکی دیگه از کاروانسرای شهر همدان. از همینجا شروع میشه. خیلی سرسبزه، خیلی قشنگه. هنوز هم اون تم قدیمی رو داره ولی سرسبزتر رو خیلی قشنگتر. حجره یعنی هشتی چجوری حجره هایی که هستش خیلی قشنگه، مخصوصا اینجا. این بالا بچه عجب منظره قشنگیه، خیلی قشنگ. دشت و دمن، این برم که کوه، جاده کوهستانی، خیلی قشنگ. ما بازار سنتی رو گشتیم، الان هم داریم میریم سمت روستای ورکانه. یه روستاییه که کوچه پس کوچه‌اش قشنگ تخت سنگ اینطوری چیدن. بریم اونجا رو ببینیم دیگه، فکر کنم آخرای گردش و تفریحمون باشه دیگه. بریم اون روستا رو ببینیم مسیرشه. گفتم اینجا رو هم بهتون نشون بدم، جای خیلی قشنگیه. اومدیم روستای ورکانه توی همدان. خب هولوش 30 کیلومتری همدانه. اومدیم توی روستا رو یکم بگردیم دیگه. اینجا فکر کنم آخرین جاییه که دیگه توی همدان هستیم و مکانه دیدنیشو می‌خوایم ببینیم. روستا یه حالت اینه که دیوارا و چیزاش مثلا کوچه پس کوچه‌اش حالت سنگی داره، دیوارا و کوچه پس کوچه حالت سنگچینه، خیلی قشنگه. این روستا یکی از جاذبه‌های گردشگری همدانه. گفتیم بیایم بگردیم، بریم کوچه پس کوچه‌اشو نگاه کنیم، ویدیو بگیریم ببینیم چه جوریه. همراه باشید. اینجا پر درخت گردوه، قشنگ اینجا گردو زیاده. سگه رو این خونه رو نگاه کن چقدر قشنگه، قشنگ سنگچینه. خونه هاش هم قدیمیه، خیلی قشنگ. اینجا نگاه چقدر قدیمیه. طویله است، داره بیشترش که طویله است هاش خانم، نه؟ طویله است؟ والا ما هم داریم همینجا میگردیم دیگه. هر جا که دیوار سنگچینه بگید دیگه. قشنگه نه؟ همش سنگچینه دیواراش، دیوارا همه سنگچین، خیلی قشنگه. این نگاه کن، آره قشنگه. این ور بریم؟ قشنگه، این ور قشنگه بریم. کوچه پس کوچه های روستای ورکانه استان همدان، خیلی جای قشنگیه. این خیلی قشنگه.
قشنگه این خونه قشنگه. خیلی قشنگه. بنبست پروفسور موسیوند. اینجا چه جای قشنگی. کوچه‌های یزد هم همینطوری مثلا جای قشنگ داره. درخت گردو توی این روستا خیلی زیاده. باغای گردو خیلی. اونهای خشتی، گلی. درختای گردو. روستای خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ولاگ. اینم روستای ورکانه که رفتیم کوچه پس کوچه هاش هم گشتیم. اینم ولاگ همدان، جای تاریخی و بناهای تاریخیش هم گشتیم. دیگه داریم برمیگردیم تهران. امیدوارم تا آخر ویدیو رو دیده باشید، لذت برده باشید. نظراتتون هم بنویسید توی کامنت ها. لایک و کامنت و سابسکرایب دمتون گرم، یادتون نره. اینم از ولاگ همدانمون. جاهای دیگه هم رفتم بازم ولاگ میگیرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ولاگ‌های بعدی، خدا نگهدار.